مقامات تاجیکستان میگویند بر طبق وعده مزد کارمندان دولتی را از 1 ایول امسال بالا میبرند. در وزارت مالیه روز 31 می به رادیو آزادی گفتند در این زمینه تمام آمادگی ها را گرفتند. حکومت تاجیکستان سال گذشته نتوانست به دلیل بحران مالی وعده بالا بردن مزد کاری از جمله طبیبان، آموزگاران و کارمندان دیگر نهادهای دولتی را اجرا کند. به گفته مقامات از ماه ایول مزد کار و نفقه بازنشستگان از 15 تا 25% بالا برده می شود. درباره این قرار حکومت صحبت داشتم با عبدالله شرف، همکارم در دوشنبه. عبدالله، مزد کدام طبقه بیشتر بالا برده می شود و چند درصدی؟ اصلا بیش از همه معاش کارمندان ساحه‌های اجتماعی بیشتر بالا برده می شود، یعنی کارمندان خانه اینترنت ها برای یتیمان، پیرانسالان و برجاماندگان. معاش این قبیل کارمندان تا 25% بالا برده می شود و پس از این قبیل کارمندان معاش کارمندان ساحه تندرستی، طبیبان، دکتران و همچنین معلمان نیز تا 20% بالا خواهد رفت. پس از این طبقه کارمندان بودجه خور تاجیکستان، کارمندان مقامات قدرتی و مقامات حاکمیت دولتی می آیند که معاش آنها انتظار می رود تا 15% بالا رود. همین طور می شود گفت که اگر یک معلمی که تا به حال 500 سومانی معاش می گرفت، بنابر این بالاروی معاش با معاش 500 سومانی او 100 سومانی دیگر اضافه خواهد شد. و در این میان باید گفت که حجم ادرار پولی ها تا 30% و همچنین حجم میانه نفقه نیز تا 20% بالا خواهد رفت و می شود گفت که بالاروی مزد معاش و نفقه و همچنین ادرار پولی بسیاری از قشرهای اهالی تاجیکستان را در بر می گیرد. ضمناً حد اقل معاش نیز در تاجیکستان از 250 سومانی کنونی تا به 400 سومانی بالا برده خواهد شد. این به آن معنا است که در تاجیکستان هیچ کارده حق ندارد به کارگر از 400 سومانی پایینتر معاش تعیین کند. در این شرایط بحرانی که درآمد به بودجه تاجیکستان کم شده است، حکومت از کجا برای پرداخت مزد بیشتر برای کارمندان دولت پول پیدا میکند؟ واقعا هم این نگرانی تا به حال وجود داشت که درآمدهای بودجه دولت تاجیکستان خیلی کم شده است در پی اثرات منفی بحران اقتصادی و این احتمال هم وجود داشت که بلند رفتن معاشی که رئیس جمهور امام علی رحمان در پیامش به پارلمان به مردم وعده داده بود شاید اجرا نشود. اما این بار با وجود آن که بودجه تاجیکستان بنابر آمارها در 3 ماه اول سال حدود 26 میلیون دلار کمآمد دارد، با این وجود مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان با قطعیت اظهار می‌دارند که این بار معاش کارمندان ساحه بودجوی، نفقه و ادرارپولی ها حتما اضافه خواهد شد و برای بالا بردن میزان معاش و نفقه وزارت مالیه تاجیکستان میگوید 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی بیشتر مبلغ ضرور است و آنها الکی برای بالا بردن معاش مبلغ علاوه‌ای برای بودجه پیش بینی کردند. و همچنین دیروز نیز در وزارت مالیه تاجیکستان با شرکت وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان جلسه ویژه دایر شد که او با همه اداره های وزارت مالیه در شهر و نواحی کشور دستور داده است که معاش آن کارمندانی که باید اضافه شود باید باز حسابی شود تا اینکه تا 1 ماه دیگر الکی آنها معاش زیاد شده شان را به دست بگیرند. واقعا بالا بردن مزد کاری کارمندان دولتی آیا میتواند اندکی هم باشد برای بهبود زندگیشان کمک کند؟ البته کمک خواهد کرد، چون که درآمد خانواده های تاجیک در پی کاهش یافتن پولهای انتقالی مهاجران کره تاجیک از روسیه و دیگر کشورها درآمد بسیاری از خانواده ها کم شده بود و بالاروی میزان معاش، نفقه و دیگر کمک های اجتماعی البته برای خانواده های تاجیک خیلی
مفید خواهد بود و تا اندازه باشد هم باعث نیکو احوالی آنها خواهد شد. و بانک ملی تاجیکستان هم طور اطلاع می‌دهد میزان تورم در 4 ماه سال جاری چندان بلند نبوده است، یعنی در حدود 2.5%. و اگر به این ارقام داده بانک ملی تاجیکستان تکیه کنیم میتوان گفت که تا 20-30% بالا رفتن معاش و ادرارپولی و یا نفقه ها در تاجیکستان میتواند باعث تا اندازه بهتر شدن سطح نیکو احوالی مردم در تاجیکستان شود. صحبت کامل در این باره در وبسایت azadi.org